جورجینا رودریگز متولد 27 ژانویه 1997 در اسپانیا، یه رقصنده، مدل و نامزد کریستیانو رونالدو، 168 سانتی متر قد و 54 کیلوگرم وزن، فارغ التحصیل رشته مطالعات مالی در مقطع مستر و فعالیت خودش رو به عنوان یک فروشنده آغاز کرد. او در سال 2019 فاش کرد که پدر 69 سالش جورج رودریگز یکی از قاچاقچی‌های کوکائین بوده که 10 سال از عمرش رو در زندان سپری کرده. در نوجوانی مدتی به بریستول انگلیس رفت و بعد از یادگیری زبان انگلیسی به عنوان پرستار بچه مدتی کار می‌کرد تا اینکه مشغول یادگیری رقص شد. برنامه امروز بیوگرافی جورجینا رودریگز، نامزد کریستیانو رونالدو. جورجینا بعد از مدتی از انگلستان به اسپانیا برگشت و به خاطر چهره زیبایی که داشت در فروشگاه برند دوچه اند گابانا به عنوان فروشنده مشغول به کار شد. او سپس در فروشگاه گوچی شروع به کار کرد تا اینکه سال 2016 کریستیانو رونالدو بازیکن وقت رئال مادرید در جریان خرید از فروشگاه توجهش به وی جلب شد. جورجینا در یکی از مصاحبه‌هایش گفته: اولین بار قد بلند کریس و هیکل و زیباییش توجه مرا جلب کرد. مقابل او ایستاده بودم و میلرزیدم چون با یک نگاه عاشقش شده بودم. من خیلی خجالتی بودم و همین باعث شد به هم بریزم. در نوامبر 2016 بود که یک خبرنگار اسپانیایی عکسی از قرار این دو کبوتر عاشق منتشر کرد و باعث شد رابطه مخفیانه اونها علنی بشه و همه دنیا بفهمن که رونالدو با جورجینای 22 ساله رل زده. این زوج در ماه‌های اول سعی داشتن رابطه خودشون رو از همه پنهان نگه دارن، اما به محض اینکه مردم فهمیدن که این دو نفر همدیگر رو ملاقات میکنند، دائما به فروشگاه جورجینا میرفتن تا او رو از نزدیک ببینن. مدیران فروشگاه میترسیدن که مشتریان ثروتمندشان با هجوم مردم برای عکس گرفتن با جورجینا بترسند و وارد فروشگاه نشن. بنابراین جورجینا بعد از 8 ماه کار کردن در شغل رویاییش اخراج شد. تماس‌های رونالدو باعث شد تا شغل دیگری در پرادا به جورجینا داده بشه و او در چندین فروشگاه بزرگی ماهیانه 1000 پوند به اضافه کمیسیون دریافت می‌کرد. اما بار دیگر رابطه‌اش باعث شد شغلش رو از دست بده. مشتریان به امید دیدن رونالدو به فروشگاه می‌رفتند و از جورجینا می‌خواستند که با اونها سلفی بگیره. مدتی نگذشت که مدیریت و جورجینا هر دو به این نتیجه رسیدند که بهتر است او کار کردن رو برای همیشه کنار بذاره. جورجینا به رسانه اسپانیایی XL سمانال در مورد تجربهش گفت: من مخفی شده بودم، اما هواداران در فروشگاه به دنبالم میگشتند. آنها تظاهر میکردند که مشتری هستند و با فروشگاه تماس میگرفتند و از من میپرسیدند. همیشه عکاسان منتظر من بودند. اصلا راحت نبودم و آنجا را ترک کردم. جورجینا در نوامبر سال 2017 اولین دخترشون آلانا مارتینا رو به دنیا آورد. در این باره اون گفته: وقتی از بیمارستان به خونه می رفتیم، کریس ترتیبی یه شام سورپرایزی با اقوام نزدیکمون رو داده بود. من اون زمان احساس کردم که خوشبخت‌ترین زن دنیا هستم. آلانا مارتینا یک کوچک به قبیله دوست داشتنی رونالدو پیوست و جورجینا مشغول بزرگ کردن هر 4 بچه شد. جورجینا درباره بچه داریش میگه: من همیشه بالغ بودم و برام داشتن 4 فرزند محدودیت به شمار نمیاد. خیلی خوب با این موضوع کنار اومدم و حالا دیگه نمیتونم زندگیم رو بدون بچه هام تصور کنم. ما با هم و در کنار هم خیلی خوشبختیم. بچه ها لذت زندگی ما هستن. لازمه بدونید که رونالدو از قبل 2 پسر و 1 دختر داشته. جورجینا مایل نیست که فقط همسر معمولی یه آدم مشهور باشه. قبلا گفته بود که علاقه‌ای نداره که فقط خرید کنه و پولهای رونالدو رو خرج کنه. در واقع ممکنه نقش پررنگتری در اداره ثروت وسیع رونالدو ایفا کنه. او دوران بارداری خودش رو صرف تحصیل در رشته حسابداری در مرکز مطالعاتی مالی مادرید کرد. دوره تحصیلش که از اکتبر سال 2017 تا ماه مارس بعدی ادامه پیدا کرد 780 پوند هزینه داشت و 2 بار در هفته باید به مدت 3 ساعت در کلاس ها شرکت میکرد. به گفته الموندو
این بخش شامل موضوعاتی در زمینه مالیات، تعهدات قانونی و مدیریت ثروت میشه. تولد 28 سالگی جورجینا نامزد کریستیانو رونالدو با هزینه $1 میلیون در دبی برگزار شد. کریستیان، جورجینا و فرزنداشون به دبی سفر کرده بودند و زمانی که در حال صرف غذا در رستورانی با نمای برج خلیفه بودند، پیام حدود 1 دقیقه‌ای با تصاویر جورجینا در مستند جدیدش ظاهر شد و نهایتاً تبریک تولدش بر روی نمایشگرهای برج خلیفه نقش بست. و اما کریستیانو رونالدو دوباره پدر میشه. اسطوره فوتبال با گذاشتن عکسی در اینستاگرام به همه اعلام کرد که نامزدش جورجینا 2 قلو بار داره. ستاره پرتغالی در حال حاضر 4 فرزند داره: کریستیانو جونیور، آلانا، ایوا، ماتئو و تازه واردهایی که قرار بیان و این 4 رو تبدیل به 6 رقم بکنند. مرسی که تا انتهای این برنامه با ما همراه بودید. لایک یادتون نره، در مورد این موضوع برامون کامنت کنید. شب و روزگارتون خوش.